زندگی سراسر از مشکلی هاست. این مشکلی ها باعث می‌گردند که انسان دلشکسته بشود و به یگان مقصد خود نرسد. چنین است نظر نفر جاهل، ولی نفری که عاقل است زندگی را زیبا می‌شمارد. تمام مشکلی ها در نظر نفر عاقل حل شوندند و او حتما موفق می شود. درود بینندگان گرامی، مهمان امروزه ما می شمارد که تمام مشکلی ها را می توان در زندگی حل کرد. یعنی از اینجا برمیاد که مجتبی مهمان امروزه برنامه ما بیشتر کتاب می خواند. مرحمت خود را برای بینندگان ما معرفی کنید. من طالب مجتبی مصلح‌الدینویچ، خواننده صنف یکی، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 94 ناحیه سینا می باشم. مجتبی، شما در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی در کدام نامیناسیا شرکت می‌ورزید و بیشتر شوق شما به چیست؟ به کتاب‌های بدیعی و یا اینکه به شعر و غزل؟ در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. در نامیناسیای خواندن و از خود کردن آثار کلاسیک فارس و تاجیک اشتراک میکنم. احسن به شما. شما گفتید که در صنف یکم تحصیل میکنید. بله. ولی چرا شما تصمیم گرفتید که در یکی از نامیناسیاهای واقعا هم مشکلی این آزمون جمهوری شرکت ورزید؟ من خیلی دوست می‌دارم که غزل‌ها را از اشعار کلاسیک فارس و تاجیک بخوانم. از جمله از غزل‌های مولانا، حافظ، بیدل، رودکی و دیگرها بخوانم. احسن به شما، ولی من فکر نمی کنم که بینندگان ما با این گفته‌های شما باور بکنند. یعنی چگونه خواننده صنف یک میتواند که اشعار این ادیبان یعنی کلاسیکی فارس و تاجیک رو که اشعار واقعا هم خیلی هم خوب رو دارند ولی مشکل فهم هستند، یک خواننده صنف یک چگونه اونها رو از بر کرده است؟ بیاید برای اثبات این گفته ها در آغاز برنامه برای بینندگان یک غزل رو برو قرائت نکنید. یک غزل از مولانا جلال‌الدین رومی. مرحمت. دل آن نزدی کسی بینشین که او از دل خبر دارد، بزیری آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکانی کسی بنشین که در دکان شکر دارد. نه هر کلک شکر دارد، نه هر زیر زبر دارد، نه هر بحر گوهر دارد، نه هر چشم نظر دارد. بناله بلبلی دستان، بزیری ناله مستان، میانی صخره و خارا اثر دارد. چراغ است این دلی بیدار، بزیری دامنش میدار. از این باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. ترازو گر نداری پس، تو رازو ره زند هر کس. یکی قلب بیاراید، تو پینداری که زر دارد. تو را بر در نشاند او، به طراری که می آید. تو منشین منتظر بر در، که این خانه دو در دارد. سلامت باشید. احسن به شما. در عموم شماره غزل‌های از یاد کرده شما تا به چند تا میرسد؟ من ربایی 100 ربایی از یاد کردم و غزل‌ها شماره 70-75 رسیدند. در اینجا روی خط غزل‌های از یاد کرده خود را با همراهیتان آوردید و چون که می‌بینید بینندگان عزیز روی خط غزل‌های از یاد کرده مجتبی واقعا هم خیلی زیاد است، چون این حجم دارد و فکر میکنم که نه هر کس باور میکند که مجتبی چون این غزل‌ها را چون این شماره غزل‌ها را از خود کرده باشد. برای همین حاضر ما مجتبی را از سنجش میگذرانیم. من عین زمان برای شما مصرع اولی غزل‌ها را میخوانم و شما باید آن را ادامه بدهید. راضی هستید؟ فقط 4 مصرع آنها را میخوانید. خب مرحمت. شروع میکنیم. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه. گفت یا خواب است یا باد است یا افسانه. گفتمش احوال عمرم را بگو تا عمر چیست؟ گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه. رسم دنیا در همین است.
رسم دنیا در همین است، هر که آمد رفتنی است. بعد رفتن نامینه کش در زبان ها ماندنی است. تا توانی خلق را از خود مرنجان با سخن، هر که بالاتر نشیند عاقبت افتادنی است. ای خسروی خوبان، نظر سوی گدا کن، رحمه به منی سوخته بی سر و پا کن. دارد دل درویش تمنای نگاه، زان چشم سیاه مست به یک غمزه دوا کن. سرمست اگر درایی عالم با هم براید، خاک وجودی ما را گرد از عدم براید. گر پرتو زیروید در کنج خاطی رفتد، خلوت نشین جان را آه از حرم براید. نوبهاران ز گلم بوی تو خوش می آید، همه را باغ و مرا روی تو خوش می آید. همچون نرگس ننی هم چشم بسر لب جو، که مرا قامت دلجوی تو خوش می آید. سلامت باشید. احسن به شما به واسطه این غزل ها رو خیلی خوب از یاد کردید، ولی مؤلفان اونها رو گفته می توانید؟ بله. بیاید اکنون سنجش میگذارونیم که شما تا کدام اندازه مؤلفان این غزل ها رو میدونید. من باز یک مصرع های این غزل رو میخونم، شما دوام میدهید و میگویید که مؤلفی اونها کیستند. خب شروع میکنیم. وایزان کینجیلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند وان کار دیگر میکنند. مشکل دورم از دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. غزل حافظ شیرازی میباشد. ای خواجه نمیبینی این روز قیامت را، این یوسف خوبی را، این خوشقد و قامت را. ای شیخ نمیبینی این گوهر شیخی را، این شعشعی نو را، این جاه و جلالت را. غزل کیست؟ غزل جلال الدین رومی میباشد. احسن به شما، یعنی برمی آید که شما واقعا هم غزل ها رو خوب از یاد کردید، هم مؤلفان اون رو. مجتبی جان، می گفتید که برای از یاد کردن غزل ها به شما کی کمک میرساند؟ روز می شود که پدرم با من از یاد میکند، روز می شود که بیبیم با من کمک میکنند، برادرانم، مادرم، همه با من کمک میکنند. یعنی اهل خانواده شما برایتان برای خواندن و از یاد کردن غزل ها کمک میرسونند. ولی باید گفت که غزل ها رو نفران زیادی از یاد کردند، از یاد میدونند، ولی با مثل شما با احساس قرائت کردن، با یک خوب قرائت کردن نمیتوانند. این گونه قرائت کردن رو با شما کی آموخت؟ پدرم با من کمک میکنه. سلامت باشید. ما نیز از فرصت مناسب استفاده برده با شما، با اهل خانواده شما، با معلمه شما احسان میگوییم و اظهار سپاس بیان میکنیم. عین زمان بیایید یکی از غزل های دوست داشته خود را برای بینندگان ما برو قرائت کنید. ای ساربان آهیستران، کارام جانم میرود. آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیش دور از او بر استخوانم میرود. گفتم من ای ننگ و فسون، پنهان کنم رازی درون. پنهان نمیماند که خون بر آستانم میرود. محمل بدر ای ساربان، تندی مکن با کاروان. که از عشق آن سروی روان، گویی روانم میرود. او میرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم میرود. برگشت یاری سرکشم، بگذاشت عیشی ناخوشم. چون مجمری پر آتشم، که از دل دخانم میرود. سلامت باشید مجتبی. بار دیگر به شما سپاس میگویم. شما 7 ساله هستید، در صنف یکم تحصیل میکنید. آیا خواندن غزل های زیاد، از یاد کردن این گونه متن ها برای شما مشکل نیست؟ نه. برایتان دلبزن نمیشود؟ نه. شما بعضا فکر نمیکنید که باید همه اینها رو گذاشته روید با همراهی دوستانتان بازی کنید؟ نه.
شما عموما دوست دارید؟ بله کتاب را من کتاب را دوست می‌دارم. من پدرم با من نگفته بود که کتاب خوان. من خودم آزاد کردم. یعنی شما فکر میکنید که مجبور نمودن کودکان، مجبور نمودن خوانندگان به کتابخوانی به هیچ جا آوردن نمیرساند. یعنی خود انسان باید شوق داشته باشد به کتابخوانی. چنین است؟ بله. احسن به شما، آفرین. هر یک نفری که در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب از شرکت می‌ورزد، با جز از یاد کردن غزل ها باید این چنین کتاب های بدیعی را نیز خوانده باشد. از میان کتاب های بدیعی کدام کتاب ها را شما مطالعه نموده اید؟ بوستان سعدی، بهارستان جامی و دیگر کتاب ها. سلامت باشید. ما غزل های زیادی رو برای بینندگان قرائت کردیم ولی یگان حکایه رو برایشان نقل نکردیم. این زمان امکان داریم که برای آنها یک حکایه خیلی هم خوب رو پیشنهاد کنیم. حکایه از بهارستان جامی. بهلول را گفتند دیوانگان بصره را بشمار. گفت دیوانگان از حد شمار بیرونند. اگر خواهید عاقلان را بشمارم، زیرا که آنها انگشت شمارند. باز یک حکایه دیگر رو برای بینندگان پیشنهاد میکنیم. مرد از این طرف دریا به آن طرف دریا رفتن میخواست. دید که آدمان بسیارند و ایستاد که وقتی آن نیز برسد یک قایقران مردم را از این طرف دریا به آن طرف میگذراند. وقتی آن مرد رسید، مرد به قایق نشست و آن مرد میخواست که قایقران را فریب داده پول آن مرد را ندهد. آن مرد به قایقران گفت تو علمی نحو را خوانده ای؟ قایقران گفت نه. آن مرد گفت پس نیمی حیاتت را به هدف داده ای. قایقران چیزی نگفت و وقتی که در مابین دریا رسیدند، قایقران قایقش را به یک طرف تاب داده کاری کرد که آن مرد به درون دریا افتید. مرد داد زده میگفت که مرا نجات دهید. قایقران گفت تو علم شنا را نآموخته ای؟ آن مرد گفت نه. قایقران گفت پس حیاتت را به هدر داده ای. سلامت باشید. یعنی از اینجا برمیآید که انسان ها را میباید که بعضا وقت اگر علم داشته باشی، باسواد باشی، نباید آدمی دیگر را پس زدن نباید کرد، بلکه ما را میباید که زیرکی خود را، دانش خود را توسط عملهای خود نشان بدهیم. چنین است و بینندگان عزیز چنانی که خود مشاهده کردید، مجتبی نیز زیرکی خود را، دانش خود را و قوه خاطره خود را توسط عملهای خود، توسط قرائت‌های خود برای ما اثبات کرد که از این ما خیلی هم خرسندیم و با مجتبی تشکر زیاد میگوییم، احسن میگوییم. خوش آمدید بار دیگر به برنامه ما. اینجا میرسیم به فرجام برنامه امروزه. در آخر برنامه مجتبی برایتان یک غزل را قرائت میکند. خیر. من میخواهم که در آخر برنامه پارچه از داستان نینامه قرائت کنم. مرحمت. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدند، در ضمیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم درد شرح اشتیاق. هر کس کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگاری وصل خویش. من به هر جمعیت نالان شدم، هر کس از زن خود شد یاری من. از درونی من نجست اسراری من، سر من از ناله من دور نیست، سر من از ناله من دور نیست. لیک چشم و گوش را آن نور نیست، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست. لیک کس را دیدی جان دستور نیست.